علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اعتکاف چیست و چه حکمت ها دارد؟ بارک الله فیکم. اعتکاف در لغت به معنای ایستادن برای یک چیز میگن و همچنین گفته شده است که اعتقاد یعنی یک شخص لازم میگیرد برای خودش مسجد را برای انجام دادن طاعت و عبادت را میگن اعتکاف. و اما حکمت های اعتکاف، البته در اعتکاف حکمت های خیلی عظیم و بزرگ است، چون که علامه ابن قیم رحمه الله در رابطه بیان کرده است که همون مفهوم کلام ابن قیم رحمه الله برای شما بیان میکنم که همین است که زمانی که صلاحیت قلب انسان و استقامتش که برفتنش به سوی الله عز وجل متوقف است، میفرماد که بر کلگی به سوی الله عز وجل اقبال کردن، یعنی به صورت کامل رو به طرف الله عز وجل اقبال کردن. وقتی که به این متوقف است، اینجا از حکمت از اعتکاف همین است که الله برای بندگانش ایرا مشروع قرار داده. بعد از اینکه از زیاد طعام خوردن و نوشیدن و اختلاطی از حد زیاد خواب رفتن و زیاد کلام و صحبت کردن، در حقیقت انسان از اون راهی که به سوی الله عز و جل رفته ایستاده است او را منقطع میکند، او را از اون راه باز می‌دارد که اینها از موانع هستند که قلب انسان از استقامت به سوی الله عز و جل، قلب انسان از استقامتش به صورت کامل را از اقبالش به سوی الله عز و جل وقتی که ضعیف میکند، اینجا است که الله عز و جل اعتکاف را که مشروع قرار دادن. یعنی از یکی از حکمت های اعتکاف است و این از رحمت الله عز و جل است که برای بندگانش روزه را الله عز و جل مشروع قرار داده. برای چی؟ برای اینکه امون خوردنی ها نوشیدنی هایی که از حد زیاد است که قلب انسان را ضعیف میکند از استقامت به سوی الله عز و جل، تا اینکه قلب انسان فارغ بشود، تا اینکه قلب انسان از اختلاط های شهوات چه بشود، خالی بشود و فارغ بشود. و این از رحمت الله عز و جل است که الله عز و جل روزه را مشروع قرار داد. و همچنین از رحمت الله عز و جل این است که الله عز و جل برای بندگانش اعتکاف را مشروع کرده، که مقصود از اعتکاف این است که انسان یعنی که روح و قلبش به صورت کامل به سوی الله عز و جل اقبال بکند، یعنی به صورت کامل رو به طرف الله عز و جل بکند و خلوت گزینی بکند. بعد از اینکه با بندگان و مخلوقات الله عز و جل که مشغولیت های زیادی که انجام داد، یک انقطاع برای این شخص باشد که از بندگان الله عز و جل و از مخلوقات الله عز و جل یک مدت انقطاع داشته باشد و به تنهایی مشغولی به الله عز و جل بشود، یعنی فقط تنها مشغول به سوی الله عز و جل بشود. این از حکمت های اعتکاف است، که یک مدت از مشغول شدن با مخلوقات الله عز و جل قطع بشود و فقط تنها به الله عز و جل مشغول بشود، فقط تنها به سوی الله عز و جل مشغول بشود و فقط تفکرش در انجام دادن عملها برای رضایت الله عز و جل و هر آنچه که انسان به سوی الله عز و جل نزدیک میکند برای این باشد. و در حقیقت سخن خیلی عظیم و بزرگ را ابن قیم رحمه الله رابطه گفتگی هستن که مفهوم و خلاصه صحبت از ابن قیم رحمه الله بدن که برای شما بیان کرده شده که مقصود از اعتکاف این انسان به تنهایی به الله عز و جل اونس گرفتن و مشغول شدن به الله عز و جل به تنهایی و انقطاع از مشغولیت های دنیا که حواس انسان از لذت عبادت دور میکند، که حواس انسان که پرد میکند و هر طرف میبرد، از اینها دور شدن و فقط تنها تفکر انسان برای انجام دادن طاعت و عبادت و برای هر آنچه که رضامندی الله عز و جل را به دست میآورد او را که انجام بدهد. این از مشروعیت ها و از حکمت های از اعتکاف است که الله عز و جل برای بندگانش مشروع قرار داد. بارک الله فیکم.